بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان گرامی شبکه نجم تیوی، اینک به شرح کتاب ریاض الصالحین آغاز میکنیم با اذن الله. همون کتابی که مقدمه آن را در درس اول گفته بودیم و پیش از آن که به شرح این کتاب آغاز کنیم یا شرح این حدیث ها آغاز کنیم، یک چیز به یادم آمد، خواستم به شما ذکر کنم. یکی از دانشمندان همین عصر که بسیار دوستش می‌دارم، شیخ سعید کمالی میگویند، در یکی از صحبت‌هایشان یک بسیار سخن جالب میگویند وقتی من کتاب موطأ امام مالک را شرح میدادم، بسیار نفرها میپرسیدند که کجا آمدید؟ آیا شرح شما تمام شد، به آخر رسید یا نرسید؟ میگویند طول 7 سال است که من این کتاب را شرح میدهم. و بار یکی از نفرها پرسید که به کجای کتاب رسیدید یا چند وقت باز شرح میدید؟ میگوید 7 سال باز من شرح میدهم. میگوید کتاب تمام شد؟ نه. در جواب میگوید من در باب زکات هستم. باب زکات یعنی تقریبا 20% کتاب را تصور کنید در 7 سال. برای همین سخن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را شیخ ذکر کرده. میگویند عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که وقتی تو قرآن را یا سوره را تلاوت کردنی میشوی، لا یکن همک آخر السوره، وقتی آغاز میکنی به تلاوت قرآن، کی همین سوره تمام میشود گفته فکر نکن، هرگز فکر نکن. و اینچنین ما و شما وقتی شرح کتاب یا خواندن کتاب را آغاز میکنیم و مخصوصا این کتاب ها چنانکه که از نامش گفتیم باغ نکوکاران است، ما و شما در عبادت هستیم. هر لحظه وقتی ما و شما این نوارها را تماشا میکنیم و این آیات ها را گوش میکنیم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را گوش میکنیم، ما و شما در عبادت هستیم. هر یک لحظه ما و شما انشاءالله که ثواب نویسانده می شود. خوب، این یک یادرس بود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به شرح دادن این کتاب بهترین کتاب امام نووی موفق گرداند و به اتمام رسانیدن این عمل بزرگ اینچنین کمکمان کند. خوب، اولین موضوعی که امام نووی رحمت الله علیه کتاب را آغاز کردند، این بهترین موضوع و مهمترین موضوع، همان موضوعی که اکثریت ما و شما به آن بیشتر نیاز داریم. موضوع اخلاص است و هر عملی که ما و شما میکنیم خالص از برای الله اجرا کردن است. معنای اخلاص هم چنین است که معنای اخلاص یعنی اجرا نمودن هر یک عمل عبادت از برای الله، خالص از برای الله. این معنای اخلاص است. چنانه که خدا ما میگوییم اصل خالص میگوییم، یعنی معنای اصل خالص چه است؟ یعنی تازه از هر چرک و میده چویده است. یعنی تازه از چه است؟ از اصلهای فریبی است اصل خالص. هر چیزی که قیام و دیگر چیزهایی که پیوست میکنند، همراه میکنند، از همون تازه این را اصل خالص میگویند. عمل هم اینچنین عمل خالص از برای الله همین طور است. از شرک و از ریا و از هر یک ذره قلب ما و شما به سوی دیگر طرف رفتن تازه است. یعنی قلب ما و شما خالص از برای الله می شود وقتی یک عمل را اجرا میکنه. امام نووی هم چنانه که امام بخاری پیش از هر یک موضوع حدیث ها را ذکر کردن، آیت می آوردند. امام نووی هم یک چند آیت ها را ذکر کردند که در باب اخلاص 3 آیت آوردند. یکمش از سوره بینه آیه 5 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک الدین القیم. یعنی آنها امر نشده اند به جز این که یگانه الله تعالی را عبادت کنند و دین خود را خالص از برای الله گردانند. حنفاء یعنی دور از شرک. و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک الدین القیمه، نماز را برپا دارند و زکات را ادا کنند، زکات را دهند. و ذلک الدین القیمه، و این آیین راستین است.
خب آیت دیگری از سوره حج است. الله سبحانه و تعالی میگوید لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. وقتی قربانی رو الله حق سبحانه و تعالی ذکر میکند میگوید لا ینال الله لحومها ولا دماؤها، هرگز شما وقتی قربانی میکنید به الله حق سبحانه و تعالی نه گوشت آن نه خون آن یگون چیزی آن نمیرسد. به الله چی میرسد؟ ولکن یناله التقوی منکم، ولی به الله تقوای شما، اخلاص شما به الله میرسد. آن گوشتی که شما، آن قربانی که ذبح میکنید، گوشت آن را خود میخورید. خدا ما تقسیم میکنیم موافق سنت 3 تقسیم میکنیم، یک قسم برای ذخیره، یک قسم برای خویشتوار و همراه خوردن و یک قسم دیگر به نیازمندان و مسکین ها و محتاج ها. ما و شما منفعت میبریم از آن. به الله چی میرسد؟ ولکن یناله التقوی، تقوی و اخلاص از ما و شما میرسد. چقدر که عمل ما و شما خالص باشد همون قدر به قبول شوی نزدیک می شود. خب آیت 3 از سوره آل عمران است. الله میگوید قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. بگو ای محمد برای بندگانم هر آن چیزی که در قلب، در دل خود پنهان میکنند یا آشکار میکنند، الله آن را دانا است، میداند. هر آن چیزی که در دل ما و شما پنهان میکنیم، سر و اسراری که داریم، الله داننده سر و اسرار ما و شما است. خب بعد از آن امام نووی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را آوردند و بیایید اولین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخوانیم و به شرح آن بپردازیم. از امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انما الاعمال بالنیات. از امیر المؤمنین ابی حفص امیر المؤمنین، این لقب عمر ابن خطاب رضی الله عنه بود. ابو حفص کنیه آن کس بود و اولین نفری که با همین لقب نامگذاری شده بود این عمر رضی الله عنه بودند. وقتی ابوبکر رضی الله عنه خلیفه میشوند خلیفه رسول الله میگفتند. وقتی عمر رضی الله عنه خلیفه شدند برای مردم دیگر خلیفه رسول الله گفتند کمی دشوار شد و یکی از نفرها در آمد و گفت به عمر رضی الله عنه ای امیر المؤمنین. عمر هم تعجب کردند، گفتند این را از کجا گرفته؟ آن نفر گفت آیا ما مؤمن نیستیم؟ ما بندگان مؤمن خدا نیستیم؟ گفتند بله. و شما امیر ما نیستید؟ گفتند بله. اینطور که باشد شما امیر مؤمن ها هستید، امیر المؤمنین. عمر رضی الله عنه روایت کردند که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که چنین میگفتند انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. همانا هر عمل وابسته به نیت است و هر مرد موافق نیت خود پاداش آن را میگیرد. و انما لكل امرئ ما نوى، هر آنچه که نیت کرد همان را میگیرد. فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله. بعد این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر برای آسان شدن فهمیدن صحابه ها ما و شما مثال می آوردند و برای همین سخن خود یک مثال آوردند از واقعیت صحابه ها. گفتند کسی که اگر کسی از شما از برای الله و رسولش هجرت کرده باشد، هجرت او خالص از برای الله باشد، فهجرته الی الله و رسوله، هجرت او از برای الله نوشته می شود. و من كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه. و کسی از شما اگر از برای دنیاگی هجرت کند، دنیاگی را به دست آوردن، یا برای ازدواج کردن زن، یک صحابه از برای یک زن هجرت کرده بود، یک زن را گرفتنی بود، نکاح کردنی بود. آن زن هجرت کرد و گفت اگر خواهی مرا به ازدواج خود گیرید تو هم هجرت کن، مرحمت ازدواج کن. و آن نفر از برای همون زن شده هجرت کرد. مهاجر ام قیس میگفتند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند و اگر کسی از برای گرفتن ازدواج زن باشد فهجرته الی ما، هجرتش همون چیز نیت کرد همون است. انسان وقتی یک عمل را اجرا میکند ظاهرا همون عمل نماز است یا دیگر عمل است، عمل خیر است. امروز نفرها خیرات میکنند، صدقات میدهند یا هر کاری که اجرا میکنیم اگر از برای الله باشد آن عمل
قبول است. و اگر از برای الله نباشد، نیت ما و شما از برای الله نباشد، آن عمل قبول نمی شود. برای همین گفتند شرط قبول عمل این چی است؟ این نیت ما و شما است. نیت خالص از برای الله باشد، آن عمل در نزد الله قدر دارد، قیمت دارد، قبول می شود. اگر نیت ما و شما یک ذره نیت ما و شما از برای الله نباشد، الله می گوید انا اغنی الشرکاء من الشرک، من بیزار هستم از شرک. یک ذره ما و شما ریا در همون عمل باشد، شرک در همون عمل باشد، الله از آن عمل بیزار است. برای همین در سوره ملک، در سوره تبارک الله میگوید لیبلوکم ایکم احسن عملا، من شما را آفریدم، مرگ و حیات را آفریدم تا اینکه امتحان کنم که کدام از شما بهترین عمل را اجرا میکنند. در تفسیر همین آیت بهترین عمل وقتی میگویند بهترین عمل کدام است، در زیر تفسیر همین آیت دو شرط را علما ذکر میکنند. یکمش اصوبها، دومش اخلصها. یکم شرط موافق قرآن و سنت باشد، دوم شرط قبول عمل این خالص از برای الله باشد. اگر از همین دو شرط یکی نباشد، در نزد الله سبحانه و تعالی آن عمل قبول نیست. اگر عملی ما و شما موافق کتاب و سنت باشد اما خالص از برای الله نباشد، قبول نیست. اگر عملی ما و شما خالص از برای الله باشد اما متاسفانه موافق قرآن و سنت و فرموده های پیامبر و فرموده های الله و پیامبر نباشد، آن عمل بدعت حساب می شود و قبول نمی شود. برای همین این هر دو با هم پیوسته اند. این دو شرط برای قبول عمل شرط و مهم است. این حدیث اولین بود و انشاءالله در صحبت آینده باز یکی از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را شرح خواهیم داد. از الله حق سبحانه و تعالی دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی قلب های ما و شما را از شرک، از ریا، از هر نیت های بد الله حق سبحانه و تعالی پاکیزه گرداند و هر عملی که ما اجرا میکنیم الله حق سبحانه و تعالی نیت های ما و شما را خالص گرداند و قبول را در آن نوشته باشد.